برم خدا. دانش آموزان عزیز، سلام مجدد در رابطه با یک رشته بسیار خوب از نظر فنی و بسیار بد از نظر بازار کار میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. رشته زیست سلولی مولکولی. اگه یادتون باشه در رشته روانشناسی گفتم که ما فارغ التحصیل روانشناسی خیلی داریم اما روانشناس خیلی کم داریم. اینجا همون جمله صدق میکنه. ما فارغ التحصیل زیست سلولی مولکولی تا دلتون بخواد داریم. شما در هر شهری، در هر دانشگاهی نگاه کنین رشته هست. در دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه غیر انتفاعی، دانشگاه سراسری روزانه، شبانه، این رشته وجود داره زیاد و تا دلتون بخواد فارغ التحصیل هم داره. اما خب بازار کاری که داره متاسفانه خوب نیست. البته الان چند تا نکته به شما خواهم گفت که قطعا شما میتونید، به نظر من اینطوریه که قطعا میتونید آینده‌ای درخشان با این رشته داشته باشین، چون حوزه های کاری بسیار گسترده‌ای داره و جای پیشرفت داره. اول اینکه شما تو شاخه‌های مختلف، این رشته شاخه‌های مختلفی داره. مثلا شما در حوزه میکروبیولوژی، البته که ویدیو هم خواهم گذاشت که میکروبیولوژی جداگانه توضیح میدم، اما این رشته و میکروبیولوژی بالاخره بعد از کارشناسی و لیسانس که بگیرید به یه جا باز میشن، یعنی خیلی تفاوتی در آینده کار نخواهد داشت. اما خب بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک، خود سلولی مولکولی شاخه‌های مختلفی داره. اما برای ارشد هم شما دوباره همون رشته‌هایی که بر علوم پزشکی ها گفتم، فناوری اطلاعات، حتی تغذیه، اینها رشته‌های علوم پزشکی گفتم ویدیو میذارم بهتون توضیح میدم، اینها رو میتونید بخونید و مشکلی نخواهید داشت. شیمی دارویی، البته بعضیا سوء استفاده میکنن این شیمی، میگن که برو شیمی دارویی دکترا بگیری میتونی داروسازی شرکت کنی. اینا وجود نداره و اینا الکیه. اما خب شیمی دارویی هم حوزه خوب و مناسبیه ولی داروساز نخواهید شد. خب هماتولوژی هم میتونید بخونید و بتونید آزمایشگاه تأسیس کنید، اما نه با اختیارات آزمایشگاه خون که میبینید و علوم آزمایشگاهی باید بخونید. به هر حال ما میدونیم که ژن عامل انتقال صفاته. در دی ان ای ذخیره میشه، آر ان ای حملش میکنه و پروتئین هم اجراش میکنه. قطعا خب همین الان شما میدونید متخصصان ژنتیک، این یکی از حوزه های کاریشه بچه‌ها. متخصصان ژنتیک همین الان محل مراجعه افرادی هستن معمولاً که میخوان اقدام به ازدواج بکنن یا اقدام به بارداری بکنن، تا بعضی از شرایطی که شاید نیاز باشه متخصص ژنتیک بخواد تغییر ایجاد بکنه یا اصلاحی کنه یا نظرش رو بده. ما از طریق ژنتیک حتی ببین، واسه همین میگم بازار کارش قطعا بعداً بهتر خواهد شد. حتی خب میدونی خیلی از بیماری ها مثل هموفیلی، مثل سرطان از طریق ژن انتقال پیدا میکنه. تمام خصوصیات افراد از طریق ژن انتقال پیدا میکنه، از پدر مادر به فرزند. واسه همین قطعا سالهای آینده خواهیم داشت که با پیشرفت، الان هم داریم ولی خب کمتر، با پیشرفت این علم، چون این علم واقعا تازه با اینکه این همه وقت وجود داره و این همه دانشجو داره و اینها، اما واقعا ابتدای راهه و قطعا در آینده بهتر خواهد شد. شاید روزی برسه که ما از طریق این متخصصا بتونیم روی قد فرزند، روی چهره فرزند، روی استعدادها و شخصیت‌های فرزند یا تأثیر بذاریم که قطعا اون روز خیلی دیر نخواهد بود. انشالله که افرادی مثل شما با خوندن این رشته بتونن کشف کنن. یه مثال بارز اگه بخوام از این که این رشته دانشجوی زیادی داره ولی هنوز متخصصین خیلی خوبی نداره، هم حوزه واکسن در کرونا. کسایی که واکسن تولید کردن خب بالاخره بعضی هاشون متخصص سلولی مولکولی بودن، ولی خب دیدید چقدر طول کشید، نه فقط در ایران، در کل جهان دیدید که چقدر طول کشید و
کار سختی بود بله، ولی به هر حال شما بودید اونایی که سلولی مولکولی خوندن میتونستن ایجاد بکنن و تولید بکنن، البته یه بخشی از کار. این رشته رو اگه دانشگاه برید بسیار اذیت میشید، چون خیلی باید بخونید. مثلا رشته کتابداری گفتم خیلی چیز آنچنان سختی در دانشگاه نداره، اما این رشته رو شما بخواید بخونید خیلی اذیت میشید. درساش زیاده، حجمش زیاده، درسای تخصصی داره، یه مقدار شاید بخواد اذیتتون بکنه. اما خب در رابطه با بازار کار یه نکته بگم که متخصصان ژنتیک یا سلولی مولکولی میتونن بعد از اینکه دکترا گرفتن مهر نظام پزشکی بگیرن. مهر نظام پزشکی یعنی مجوز تأسیس مطب هم خواهید داشت برای ژنتیک، یا حتی گفتم هماتولوژی بخونید برای آزمایشگاه. اما اونهایی که به شما مراجعه میکنن در حوزه ژنتیک گفتم انتقال صفات و انتقال بیماری ها، شما میتونید با توجه به علمی که دارید روشون تاثیر بذارید و مشاور ژنتیکی رو بگید. همین الان هم افرادی که این مطب رو زدن خب متفاوته، بعضی هستن که بیکارن نشستن هم اینطوری کسی هم مراجعه نمیکنه، ولی برخی ها هستن که مثلا با یه آزمایشگاه با یه شرکت مثلا قوه قضاییه یا یه جایی قرارداد دارن و مراجعین بسیار زیاد. شما میدونید هر کسی میخواد ازدواج کنه یکی از موارد قطعی که باید مراجعه بکنه مخصوصا ازدواج فامیلی پیش مشاور ژنتیکه که ایشون نظرشون رو در مورد ازدواج این دو فرد بخوان بگن. اما دیگه اون اینکه شما مطب تأسیس کنی و کار چجوری باشه این دیگه به خودت مربوط. خب تو حوزه ژنتیک ما علاوه بر گفتم ژن درمانی و علاوه بر اصلاح ژن و علاوه بر تغییر صفات و اینها، ما تو حوزه های مختلفی هم میتونیم کار کنیم. مثلا یکی از حوزه ها پزشکی قانونیه. شما حتما میتونید از طریق پزشکی قانونی اونجا کار کنید. مرکز پژوهشی میتونید فعالیت بکنید. اینستو پاستور میتونید فعالیت بکنید. آموزش پرورش میتونید فعالیت بکنید. وزارت علوم میتونید فعالیت بکنید برای استاد دانشگاه یا برای معلمی. شما دبیر زیست میشین، میتونید. و الان هم میدونید شما واقعا اگه یه دبیر زیست خوبی باشید درآمد فوق العاده ای میتونید داشته باشید. و انواع اقسام شرکت ها مثل در رابطه با شرکت های مواد دارویی میتونید فعالیت بکنید و حوزه های مختلف زیادی داره. اما به نظر من فعلا که شما اگر یک فارغ التحصیل سلولی مولکولی رو شاید ببینید بگید که نه یا نه این رشته به درد نمیخوره اینها، اما به نظر من رشته خوبیه ولی خیلی سخته برای کار پیدا کردن، برای به جایی رسیدن. ولی قطعاً اگر زرنگ باشی، اگه کارت خوب باشه، اگه دانشجوی مفیدی باشی و درست حسابی کار تحقیقاتی بکنی و اینها، حتما به نظر من میتونی برای خودت یک آینده درخشان بسازی. برای مهاجرت هم خوبه. مثلا میانگین درآمدی که برای این رشته در آمریکا میگن حدود $60,000 و در سال $60,000 در سال و خیلی چیز. یکی از بهترین کارهایی هم که الان من با یه متخصص داشتم صحبت می‌کردم به من گفت شرکتی بشه تأسیس کرد که مواد اولیه آزمایشگاه‌ها رو بتونی پخش بکنی. این الان فوق‌العاده درآمد خوبی داره. برای متخصصین رشته مجوز هم میتونن بگیرن. واسه همین یکی از شاخه‌ها اینه. ارشد تغذیه هم گفتم اگه بخونید، بچه‌ای که حالا دوست دارن حوزه پزشکی بیشتر یا علوم پزشکی باشن متخصص تغذیه هم میتونن بشن. این رشته رو به نظر من کافی توضیح دادم، ولی اگر شما وارد این رشته میشید حتما باید ادامه تحصیل بدید و وارد حوزه های جدی تر بشین. بعدش انشالله جلوتر خواهید رفت. بریم سراغ رتبه ها.
خب در رابطه با رتبه های رشته زیست سلولی مولکولی و میکروبیولوژی اگه بخوایم صحبت کنیم، باید به شما بگم که رتبه 1000 تا هر چند هزاری که دلت بخواد میتونی وارد این رشته بشی. تفاوت در دانشگاهه و اینکه دانشگاه شما کجا باشه رتبه میخواد. اگه شما مثلا برای تهران میخواید بجنگید 3000 4000 5000 نیاز دارید. بر سهمیه 25% اگه بخواد تهران بره تا حدود 3000 که با 3000 میتونه رادیولوژی مثلا حالا شهر خوب هم قبول بشه یا پرستاری قبول بشه. دیگه باید اینو علاقه داشته باشه یا انتخاب رشته خیلی بدی زده باشه، یا مثلا با 5000 5% بشه مشهد، تبریز، اصفهان، اینها رو قبول شد. اما اگه حالت عادی برای شهرهای مراکز استان مثلا اردبیل، زنجان، رشت، شهرهای این مدلی، شما به یک رتبه بین 10,000 تا دوباره 20,000 20 و چند هزار نیاز خواهید داشت. بخواید دانشگاه آزاد برید، مثلا شهر قدس سال قبل من با 85,000 آوردیم برای دانشگاه آزاد، یا پرند تا 120,000 هم داشتیم. همین رودهن من دوباره با 100 خورده هزار زدم آورده. شما اگه بخواید علوم تحقیقات که سرآمد دانشگاه‌های آزاده و من باز میگم از بسیاری از دانشگاه‌های روزانه بهتره، با تراز 7500 قطعا میتونید پذیرفته شین. اما اینم یادتون باشه ما 7000 من 6500 هم باز اتاق عمل ورامین داشتم 6500 تراز. اما دیگه شما در تمام شهرها و در تمام دانشگاه آزاد با 6500 قطعا این رشته رو خواهید آورد و گفتم علوم تحقیقات تا 7500 تا سراسری هم شما تا 20000 در نظر بگیر. اما شهرهای خوب تا 8000 9000 10000. اگر 10,000 داری میری این رشته، به نظر من حالا با توجه به تعریفایی کردم این رشته رو انتخاب نکن. با 10,000 رشته های علوم پزشکی بهتری میتونه شما قبول بشی. حالا در مورد معرفی رشته ها توضیح خواهم داد. به نظر من کفایت میکنه. باز اگه سوالی داشتید از طریق دایرکت برای من بفرستید، حتما سوالاتون رو جواب خواهم داد. با توجه به اینکه صفحه‌ای که راه انداختیم جدیده، خواهش میکنم که حمایت کنید و با دوستانتون این ویدیوها رو و این پیج رو به اشتراک بذارید. ممنون، موفق باشید.